برگردیم به آخرای جنگ جهانی دوم. دقیقاً روزای تاریک بهار 1945، وقتی که دیگه همه میدونستن پرونده هیتلر و نازی‌ها رو به بسته شدنه. 30 آوریل همون سال هیتلر توی پناهگاه زیرزمینی خودش توی برلین وقتی دید حلقه محاصره ارتش سرخ لحظه به لحظه تنگ‌تر میشه، تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده. چند روز بعد، یعنی اوایل می 1945، برلین رسما سقوط کرد و ارتش آلمان بدون هیچ شرط و شروطی تسلیم شد. روز 8 می هم توی تاریخ به اسم روز پیروزی در اروپا ثبت شد. روزی که فاتحای جنگ، مخصوصاً شوروی و متفقین، خودشونو ناجی اروپا معرفی کردند. اما پشت این جشن و شادی و پرچم تکون دادن‌ها یه واقعیت خیلی سیاه و تلخ قایم شده. واقعیتی که سالها تو تاریخ پنهون موند، چون هیچ کس حاضر نبود با صدای بلند دربارش حرف بزنه. سلام دوستان، به کانال دانستنی تاریخی خوش اومدید. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر شب شنونده یکی از رازهای تاریخی باشید. بعد از ورود ارتش سرخ به برلین، شهر عملاً خالی از دفاع بود. از جمعیت باقی مونده چیزی حدود 2 میلیون نفر زن بودند. همین موضوع باعث شد که ارتش شوروی به جای اینکه مثل ناجی‌ها رفتار کنه، برلین رو به صحنه یکی از وحشتناکترین جنایت‌های تاریخ علیه زنان تبدیل کنه. طبق اسناد و روایت‌هایی که بعدها منتشر شد، دست جمعی و بیرحمانه به زنهای آلمانی، بلغار و حتی زنهای اسیر کشورهای دیگه به یه امر عادی برای سربازای ارتش سرخ تبدیل شد. حتی گفته میشه بعضی فرمانده‌ها این کار رو به عنوان انتقام از نازی‌ها تشویق می‌کردن. آمارها واقعاً تکون دهنده است. بعضی منابع میگن حدود 2 میلیون زن فقط تو آلمان قربانی این دست درازی شدن. خیلیا برای فرار از این فاجعه جون خودشونو از دست دادن. خیلی از زنها حتی 10 بار توسط سربازای مختلف مورد دست درازی قرار گرفتن. یه مورخ معروف به اسم آنتونی بیور تو کتابش سقوط برلین 1945 نوشته بود که حتی 70% بچه‌هایی که تو ساله 45 و 46 توی برلین به دنیا آمدن پدرای روس داشتن. تصور کنید این آمار خودش همه چی رو میگه. روایت هایی هست که سربازا به روستاها می رفتن و زنای 10 تا 80 ساله رو بدون استثنا دست درازی قرار می دادن. حتی پرستارا، راهبه‌ها، زنای باردار و تازه زایمان کرده هم از این جنایت در امان نبودن. انگلیسی ها وقتی وارد برلین شدن، از صحنه‌ای که دیدن شوکه شدن. دریاچه‌ای پر از جنازه زنایی رو دیدن که جلوی چشمشون ظاهر شده بود. سن قربانی‌ها از 12 ساله گرفته بود تا 75 ساله. خیلیاشون بارها و بارها مورد این دسترسی قرار گرفته بودن. بعضی زنها هم حتی تا 50 بار. تصورش واقعاً وحشتناکه. یکی از تلخ‌ترین روایت‌ها مربوط به ماجرایی که توی بعضی از روستاها رخ داده. سربازای روس به زنای روستا گفتن تو کلیسا پناه بگیرن، ولی وقتی همه جمع شدن همونجا شب تا صبح بارها و بارها کنارشون بودن. بعضی زنها بیش از 30 بار توی یک شب مورد دست درازی قرار گرفتن. حتی کشیشی هم بعدها گزارش داد که تو خیلی از روستاها هیچ زنی از این فاجعه در امان نبوده.
سالها بعد بعضی از روزنامه‌نگارا و نویسنده‌ها بالاخره شجاعت به خرج دادن و این واقعیت سیاه رو ثبت کردن. یکی از معروف‌ترین این کتاب‌ها به اسم یک زن در برلینه. این زن روزنامه‌نگار آلمانی خودش هم مورد دست‌درازی قرار گرفته و خاطراتش رو نوشته. کتابش تو سال 1954 چاپ شد و حتی بعدها ازش فیلم هم ساختن. نویسنده دیگه‌ای هم سالها بعد تاریخ شفاهی قربانی‌ها رو جمع کرد و نشون داد ابعاد این فاجعه خیلی فراتر از چیزیه که ما فکر می‌کنیم. شاید فکر کنید فقط روس‌ها دست به این جنایت زدن. متاسفانه سربازای آمریکایی، فرانسوی و حتی انگلیسی هم در موارد زیادی وارد این بازی وحشتناک شدند. البته شدت و گستردگی کار روسا خیلی بیشتر بود، ولی سهم بقیه هم قابل انکار نیست. خیلی از مورخا میگن این دست‌درازی دست جمعی فقط برای تخلیه خشونت جنگ نبوده، بلکه یه جور تحقیر نژادی هم پشتش بوده. ارتش سرخ میخواسته زنای آلمانی رو که تو دوران رایش سوم نژاد برتر حساب میشدن به برترین شکل ممکن خورد کنن. برخی حتی این فاجعه رو بزرگترین جنایت تاریخ علیه زنان میدونن. خیلی از زنها هیچ وقت درباره این کابوس حرف نزدن. شرم، ترس و داغی که روی دلشون موند باعث شد بخشی از تاریخ عملاً دفن بشه. تازه تو سالهای اخیر بود که بعضیها کم کم حاضر شدن روایت هاشونو بگن. دوستان، این بخش از تاریخ شاید یکی از تاریخی‌ترین و دردناکترین اتفاقاتیه که بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد. وقتی اسم پیروزی و آزادی میاد، ذهنمون پر از پرچم و جشن میشه. اما حقیقت اینه که پشت اون پرچما زندگی میلیون‌ها زن نابود شد. این فقط یه یادآوریه که تاریخ همیشه دو رو داره. روی روشن و روی سیاه. گاهی اون روی سیاهش بیشتر از هر چیزی باید یادمون بمونه. از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید خوشحالم. اگر هنوز کانال دانستنی تاریخی رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا هر شب اولین افرادی باشید که شنونده رازهای تاریخی هستید. من شما رو تا ویدیوی بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.